تعدادی مبتلایان سیرایت کرونا ویروس در تاجیکستان به 3000 نفر رسیده است. خبر می‌دهد رادیو آزادی. طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تا 25 می 3100 نفر در کشور سیرایت یافتند. 1395 نفر بیمار شفا یافتند. 46 نفر وفات کردند. در همین حال در رویخط معمولی قربانیان کرونا ویروس در اینترنت نام زیاد از 349 نفر قربانیان التهاب شش و کرونا ویروس را ذکر می‌کنند. رویخط مذکور بر اساس گزارش رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و نزدیکان وفات کردگان تهیه شده است. بسیاری از کارشناسان و شهروندان به درستی آمار رسمی شبهه می‌کنند. داخل کنسر، داخل یگان تالاری مجلس در ضمن یادداشت می‌کنیم که مقامات تاجیکستان تا 30 اپریل در کشور وجود داشتن حادثه‌های سیرایت کرونا ویروس را پنهان کردند. هرچند همه روزه گزارش‌ها درباره افزایش بیماران التهاب شش و فوت از این بیماری پهن می‌شد. مشاهدان قید می‌کنند که قبل از اعلان رسمی حالت‌های سیرایت از طرف مقامات کشور، یک قطار کشورها و سازمان جهانی بهداشت با تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه برای مبارزه علیه کرونا ویروس پیشنهاد کرده بودند که آن را مقامات کشور همچون کمک به مردم گویا از جانب جناب انتقال می‌کنند. طبق نتیجه‌های ماه‌های ینور اپریل سال 2020 از 43 کشور به تاجیکستان به مبلغ 7.7 میلیون دلار کمک بشردوستانه ارسال شده است. خبر می‌دهد آژانسی آمار نزد پرزیدنت جمهوری. در چنین حالت کارشناسان یک سوال عاقلانه را پیش می‌گذارند. تمام کمک‌های مالیوی و مادی که از دیگر کشورها انتقال شده است به کجا رفتند؟ بینندگان گرامی، از جریان رسانیدن کمک پیشوای معظم ملت به ولایت مختار کوهستان بدخشان که با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی طبیبان و دیگر کارمندان ساحه تندرستی، تقویت تدبیرهای پیشگیری از پهنشوی و معالجه سریع وقتی بیماران گرفتار کرونا ویروس نو یا خود